اگر بهت بگم میتونی با یه هزینه خیلی پایین توی یه کشور اروپایی ادامه تحصیل بدی، بعدش همونجا بتونی بمونی و کار کنی و بعد از کمتر از 5 سال پاسپورت اون کشور رو بگیری، چی میگی؟ سلام، من صادقم و قراره توی این ویدیو واقعیت‌های مهاجرت تحصیلی از طریق دوره کارشناسی ارشد رو برای شما توضیح بدم. بهتون پیشنهاد میکنم تا آخر این ویدیو همراه من باشید، چون که قراره توی اون یه سری نکاتی رو بگم که توی ویدیوهای دیگه گفته نمیشه. اول از همه بیاید ببینیم مثلا چرا فرانسه. دلیل اولش اینه که خب شهریه دانشگاه توی فرانسه خیلی پایینه نسبت به بقیه کشورهای اروپایی. دلیل دومش اینه که کیفیت آموزشی توی فرانسه بسیار بسیار بالاست. دلیل سومش میتونه این باشه که شما بعد از پایان تحصیلاتتون 1 سال ویزای جستجوی کار دریافت میکنید و به محض اینکه بتونید کار پیدا کنید تیتر ویزا رو تغییر میدید و با ویزای کاری اقامتتون رو ادامه میدید. و یکی دیگه از دلایلش که میتونه مهمترین دلیلش باشه، شما میتونید تمام اعضای خانواده‌تون در قالب فرزند یا همسر رو با خودتون همزمان به فرانسه بیارید. ضمن شما اجازه کار دانشجویی هم به مدت 960 ساعت در سال دارید. حالا بیایم ببینیم چند تا تیپ دانشگاه توی فرانسه داریم. اول از همه مدارس عالی ان که خب شرکت توی اونها یه مقدار رقابتیه، یک حالتیه که شما باید نمرات بالایی داشته باشید. بعضیاشون آزمون‌های ورودی دارن مثل دانشگاه‌های ایران که کنکور دارن و شرایط مشابه این. و حالت دومش دانشگاه‌های دولتی ان که خب بسیار متنوعن، هزینه‌هاشون هم بسیار پایینه و مدارک بسیار معتبری هم ارائه میکنن. و حالت بعدیش هم مدارس بیزینس اسکولن که شما با پرداخت یک شهریه بالاتری میتونید توی این دوره ها شرکت کنید، ولی که مدارک اونها هم بسیار معتبره و کار پیدا کردن از طریق مدارک اونها هم خیلی راحته. حالا ببینیم برای شرکت دوره‌های کارشناسی ارشد توی فرانسه به چه مدارکی نیاز داریم. مدرک اول و مهمترین مدرک کارشناسیه. شما طبیعتاً باید یک لیسانسی که در طول 4 سال تحصیل توی کشور خودتون کسب کردین رو داشته باشین. مدرک بعدی ریز نمرات، انگیزه‌نامه، رزومه یا همون CV یا CV و مدرک زبان. حالا مدرک زبان باید چی باشه؟ مدرک زبان میتونه یک مدرک زبان فرانسه در سطح B2 یا مدرک زبان انگلیسی تافل، آیلتس یا موارد مشابه به اینه که البته هر دانشگاهی بسته به کورسی که ارائه میکنه مدرک متفاوت تری از شما میخواد. یعنی ممکنه یک دانشگاه به شما بگه من برای این کورس با آیلتس 6.5 شما رو میپذیرم، یک کورس دیگه بگه نه من حتما آیلتس 7.5 میخوام. لذا چون متنوعه ما یک چیز قطعی رو اعلام نمیکنیم. بهتره که برید توی سایت دانشگاهی که مد نظرتونه، کورسی که مد نظرتونه رو پیدا کنید و ببینید تو اون قسمت ریکوایرمنتش چه گزینه‌هایی از شما میخواد. اما اگر شما زبان انگلیسی قوی دارید و حال و حوصله خوندن زبان فرانسه رو ندارید، بهتون این نوید رو بدم که بسیاری از کورس‌ها در کشور فرانسه به زبان انگلیسی تدریس میشن و شما به اندازه کسی که زبان فرانسه میدونه شانس حضور توی این کورس ها رو دارید و هیچ مشکلی از این بابت نیست. لازم هم نیستش که حتما آزمون آیلتس بدید، میتونید آزمون تافل IBT یا هوم ادیشن بدید و خیلی راحت بدون منتظر موندن در صفحه‌های ثبت نام طولانی و غیره یه مدرک تافل IBT بگیرید و همونو به دانشگاه احراز کنید و دانشگاه هم اونها رو قبول داره و اینطوری نیستش که بگه من تافل IBT رو قبول ندارم. خیلی از دانشگاه‌ها توی فرانسه تافل هوم ادیشن رو هم میپذیرند، پس نگرانی از بابت مدرک زبان نداشته باشید. کافیه واقعا به اون سطح از زبان رسیده باشید. بریم ببینیم چقدر این دوره برای ما هزینه‌زا خواهد بود. اگر شما با مدرک زبان فرانسه B2 توی دانشگاه ثبت نام کنید، دانشگاه‌های دولتی شهریه بین 277 تا 377 یورو در سال از شما خواهند خواست. اما دانشگاه‌های غیر دولتی یا دانشگاه‌هایی که دورهشون رو با زبان انگلیسی برگزار می‌کنن رقم شهریه ها خیلی متفاوته، اما معمولاً تو ماکسیموم حالت بین 3 تا 7000 یورو مبلغ شهریه دانشگاهتون میشه که باز این هم نسبت به سایر کشورهای اروپایی 1/3 یا نصفه و باز هم به صرفه تره که شما بتونید بیاید توی فرانسه ادامه تحصیل بدید ولو به زبان انگلیسی. هزینه‌های زندگی هم به همون منوال پایین‌تره. یعنی شما برای یک زندگی دانشجویی بسته به شهری که توی اون زندگی می‌کنید بین 700 تا 1200 یورو هزینه خواهید داشت.
البته پاریس خب حسابش از بقیه جداست، چون که شرکت توی دوره‌هایی که توی پاریس برگزار میشه هم عددشون بالاست، هم هزینه خوابگاه معمولاً برای اتاق 12 متری شاید از 1000 یورو شروع بشه، ولی برای شهرهای دیگه شما با 200-300 یورو هم شاید بتونید یک خوابگاه دانشجویی کلوکاسیون اجاره بکنید، یعنی خوابگاه اشتراکی اجاره بکنید و کل هزینه زندگیتون شاید با 700 یورو برای یک نفر کافی باشه و عدد بیشتری نشه. در کنار اونها کمک هزینه‌های کف و غیره که دولت بهتون میده، میاد بخش زیادی از همین 700 یورو رو برای شما پوشش میده و زندگی دانشجویی توی فرانسه واقعا کمتر هزینه داره نسبت به اون چیزی که توی ذهن شماست. با شرکت توی دوره‌های کارشناسی ارشد توی فرانسه و هر نوع ویزای دانشجویی و تحصیلی توی فرانسه شما اجازه کار دارید. اجازه کاری که شما دریافت می‌کنید تقریبا 964 ساعت در ساله، یعنی شما میتونید متوسط هفته‌ای 20 ساعت کار بکنید. حالا اگر بعضی از ماه‌ها رو کار نکردید، میتونید ماه‌های دیگر رو هفته‌ای 80 ساعت کار بکنید و هیچ محدودیتی از این بابت دولت فرانسه برای شما قائل نشده. یعنی شما میتونید نصف سال رو اصلاً کار نکنید، اون نصف سال دیگر رو هر هفته 80 ساعت کار بکنید و متوسط یعنی حداقل حقوق میکنم ساعتی 12 یورو، یعنی اگر شما هفته‌ای 20 ساعت کار پیدا بکنید هر کاری که باشه، حالا بعضی از کارها خب درآمدش هم بیشتره، ولی با پایین ترین درآمد شما ماهیانه تقریبا 960 یورو برای کار پاره وقت دریافت میکنید که این علاوه بر ساپورت کردن هزینه‌های دانشجوییتون میتونه براتون یک پسندازی هم ایجاد بکنه. مراحلش به چه صورته؟ اولین کاری که باید بکنید دانشگاهتون رو انتخاب کنید. شما تشریف میارید توی این سایت، میتونید از این قسمت اسم دوره‌ای که مد نظرتونه توی فرانسه توی شرکت کنید رو وارد کنید. یک لیستی به شما نمایش داده بشه. شما میتونید حتی از روی نقشه انتخاب بکنید که اون دوره رو میخواید توی چه شهری انتخاب بکنید. بعدش روی اون کلیک میکنید، وارد سایتش میشید و بعد از اون هم میتونید خیلی راحت اون لیستی که مد نظر دانشگاه برای اینکه به شما پذیرش بده رو ببینید. خیلی راحت و ساده. بعد از اینکه دوره رو انتخاب کردید، دوباره برمیگردیم به سامانه کمپوس فرانس. اونجا یک پروفایل ایجاد میکنید، مدارکتون رو آپلود میکنید، بعد از اون هزینه مصاحبه رو پرداخت میکنید، مصاحبه میشید و وقتی که جواب پذیرش ها اومد با اون مدرک پذیرشی که گرفتید وقت سفارت میگیرید و با ویزای فرانسه تشریف میارید اینجا. 5 نکته مهم رو برای این ویدیو هم میگم که خیلی به اونا توجه بکنید که ریسک ویزا شدن شما رو پایین میاره. نکته اول دیر شروع کردنه. معمولاً ددلاین دانشگاه‌های فرانسه توی بهمن ماه و اسفند ماه به پایان میرسه، یعنی اگر شما تا پایان دی ماه همه کاراتون رو نکرده باشید ترم سپتامبر رو از دست میدید. نکته بعدی بی‌دقتی در انگیزه‌نامه است. انگیزه‌نامه شما باید با پیشینه تحصیل و اهدافی که پیش رو تنظیم کردید همخوانی داشته باشه. یکی از مهمترین چیزهایی که سفارت برای شما بررسی میکنه، هم سفارت هم دانشگاه، انگیزه‌نامه است. پس برای نوشتن انگیزه‌نامه وقت بذارید. صرفاً به هوش‌های مصنوعی مثل چت جی پی تی یا جمینای یا غیره اعتماد نکنید. برای نوشتنش از اونها کمک بگیرید، اما متن نهایی رو سعی کنید خودتون بنویسید. اون کسی که توی دانشگاه یا توی سفارت روزانه شاید صدها انگیزه‌نامه دریافت میکنه و کاملا میتونه تشخیص بده که این انگیزه‌نامه رو یک ماشین نوشته یا یک انسان. صرف این که چون چت جی پی تی بهتون معرفی کرده این انگیزه‌نامه رو بهتون پیشنهاد داده، به این اعتماد نکنید و خودتون اون متن رو بازنویسی بکنید. سعی کنید توش غلط املایی و انشایی هم نداشته باشید. همونطور که توی ویدیوهای قبلی هم گفتم، شما توی پروسه پذیرش برای دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد توی فرانسه میتونید 7 دانشگاه و 7 رشته تحصیلی رو انتخاب بکنید. حواستون باشه که بین اون 7 رشته یک ارتباط معناداری برقرار باشه. یعنی اینطور نباشه که شما برای کارشناسی مثلا کارشناسی ارشد رشته برق قدرت مثلا توی دانشگاه لیون درخواست پذیرش کرده باشید، برای الهیات و فلسفه دانشگاه مثلا استراسبورگ هم درخواست پذیرش کرده باشید. وقتی اینها ارتباط بی‌معنایی با هم داشته باشن، هم اون کارشناسی که توی سفارت هم اون کارشناسی که توی کمپوس فرانس برنامه شما رو بررسی میکنه، به این نتیجه میرسه که شما صرفاً فقط میخواید خودتون رو به فرانسه برسونید و برنامه مدونی برای ادامه تحصیل و ادامه زندگی ندارید. پس ارتباط معنادار بین 7 رشته انتخابی بسیار مهمه. قبل از شروع پروسه پذیرش اطلاعات کاملی از اون رشته و کورس تحصیلی توی اون دانشگاهی که میخواد اون کورس رو ارائه بده کسب کنید و توی انگیزه‌نامه‌تون حتما از اون استفاده کنید. و نکته آخر این که در نوشتن سی وی سعی کنید از زبان فرانسوی استفاده کنید و این کار شانس شما رو برای گرفتن پذیرش و ویزا بالاتر میبره.
بعد از فارغ التحصیلی چه اتفاقی میفته؟ بعد از اینکه درستون تموم شد میتونید درخواست APS بدید و 1 سال ویزای جستجوی کار دریافت میکنید. اگر کار پیدا کردید که میتونید ویزای خودتون رو تغییر بدید به ویزای کاری. اگر نه میتونید باز هم ادامه تحصیل بدید در مقاطع بالاتر و بعد از اون دوباره 1 سال اجازه کار دریافت کنید. اگر قصد ادامه تحصیل داری و میخوای با یک بودجه معقولی به اروپا مهاجرت کنی، فرانسه واقعا ارزش فکر کردن و بررسی کردن رو داره. اگر میخوای در مورد یک رشته خاص صحبت کنم یا سوال دیگه ای داری میتونی تو قسمت کامنت ها ازم بپرسی. خیلی ممنونم که یه قسمت دیگه هم با من بودید. امیدوارم که همه شما در پروسه مهاجرتتون موفق باشید. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.